جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشید. جا دارد که فرارسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت همه شما بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض کنم. سلام ای ماه فضل و جود و رحمت، سلام ای ماه خوب، ای ماه نعمت، سلام ای ماه احسان و کرامات، عطایم کن کمی سوز و مناجات. امیدوارم که بتونیم از این ماه مبارک رمضان استفاده بهینه را ببریم. ماه عبادت و طاعت و رحمت است و در این قسمت در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که به صورت روزانه قبل از اذان تهران در خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و خواهیم بود و جا دارد که عرض سلام و خسته نباشید ویژه‌ای داشته باشیم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان که خدمتشان عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما ان شاء الله خواهم بود. خواهش میکنم. بنده از اتاق فرمان خواهش میکنم که از همین ابتدا شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن تا بینندگانی که میخوان تماس بگیرن در الان سوالاشون آماده داشته باشن و تماس بگیرن. جناب مولانا بیننده از سوالای SMS پرسیدن که من 10 سال پیش نذر کردم اما نتوانستم به آن عمل کنم، چه کار کنم؟ الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اساسا در مورد حکم نذر یک عمل مکروهی هست، یعنی انسان نباید که برای عبادت تا جایی برسد که مجبور باشد که نذر کند تا عبادتی رو انجام بدهد، بلکه انسان باید همیشه با میل و رغبت خودش و در زمانی که نیازی ندارد، در زمانی که بیمار نیست، در زمانی که دچار مشکلی نشده الله متعال را عبادت بکند. آنچه را که در هنگام نذر میخواهد انجام بدهد بدون نذر انجام بدهد و وقتی که دچار مشکلی شد با آن عملی که انجام داده به بارگاه الله متعال توسل و دعا بکند. و اگر کسی نذر کرد باید بر نذرش وفا بکند. هر کسی نذری رو انجام داد که نذر ممکن و معقولی بود، از نظر شرعی نذرش منعقد هست و باید بر نذر خودش وفا بکند و اگر بنابر دلایلی نتوانست که نذرش رو به جا بیاورد، اگر بیمار شد، اگر توانایی جسمی مادی نداشت، به هر صورت براش ممکن نبود که نذرش رو بر نذرش وفا بکند، حکم نذر حکم قسم هست. یعنی برای این که از این نذرش خلاص بشود باید یک کفاره قسم بدهد و این حکم نذر گویا که نذر رو در واقع انجام داده باشه. حکم قسم هم این است که به 10 نفر غذا بدهد یا لباس بدهد و اگر توانایی لباس یا غذا رو ندارد 3 روز رو به جایش روزه بگیرد. هر کسی که نمیتواند که بر نذرش وفا بکند کفاره قسم بدهد، 10 مسکین رو غذا بدهد یا 10 مسکین رو لباس بدهد یا اینکه به جایش 3 روز روزه بگیرد در مرحله آخر. سپاسگزارم از شما. بیننده دیگری پرسیدن که من وقتی که وضو میگیرم از لثه‌ام خون میآید، آیا وضو باطل است؟ خونی که از لثه خارج می شود یا از هر جای دیگر بدن که باشد نزد جمهور اهل سنت و الجماعت این جزء شکننده های وضو شمرده نمی شود.
جزء شکننده وضو در واقع شمرده نمی شود و وضو نمی شکند. حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که به صورت عمومی خروج خون از بدن را شکننده وضو می دانند، در مورد خونی که از لثه بیرون میاد و در دهان هست، در صورتی که کم باشد به گونه‌ای که آب دهان بیشتر از خون باشد، در این صورت حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم وضو باطل نمی شود و در مذاهب دیگر به صورت کلی ولو اینکه خون غالب باشد و یا از جای دیگر بدن و عضو دیگر خارج بشود باز هم وضو نمی شکند. و در مورد روزه کسی که در حالت روزه اگر که دندانش لثه‌اش خون آمد و این خون را فرو برده باشد، از نظر شرعی فرو بردن خون حرام هست، یعنی خوردن خون به خاطر نجاستی که دارد از نظر شرعی حرام هست و نباید کسی چنین کاری رو انجام بده، چه در حالت روزه باشد یا در حالت غیر روزه. و در حالت روزه اگر کسی عمدن دیده و دانسته وقتی که لثه‌اش خون آمده بود خون را فرو برد، این روزه شکسته. اگر عمدن چون این کاری رو انجام بدهد که خونی که در دهان جمع شده این رو فرو ببرد، این روزه شکسته در این روز و یک روز دیگر به جایش باید روزه بگیرد. اما اگر متوجه نبود، اصلا خبر نداشت که لثه‌اش خون آمده و بدون خبر و اطلاع اگر که خونی که در دهانش بود این رو فرو برد، در این صورت روزش نشکسته و وضوش هم نشکسته است. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان آماده است. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده گرامی شما وصل هستین، صحبت کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید که سوال داشتم از استاد محترم در بابت از یکی از خارجی‌ها است که مثلا روی هر دلایل روزه خورده، حالا میخواد نیت کنه روزه بگیره، این روزه را که با نیت میکنه این در روزه ما رمضان حساب میشه نمیشه؟ چجوری فکر کمک در این باره که توضیح ممنون میشه. یعنی قبلا روزه نگرفته الان میخواد که قضا بیاوره دوباره؟ نه، روزه گرفته بود ولی دلایل روزه شکسته، حالا نمیدونم چه دلایل روزه خورده یه روز شد، میگه روزه بگیریم این روزه را که الان میخواد بگیره از ماه رمضان چیز میشه یا نه کفارت شده تو روزه خورده است؟ چجوری است؟ در این باره میخواد توضیح بده. بسیار درست. سوال دیگه هم دارین؟ ممنون از برنامه خودتون. خدا سلامت باشید. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده گرامی شما وصل هستین، لطفاً صحبت کنید. جان. بفرمایید بیننده گرامی. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. همچنان سلام خدا را خدمت استاد محترم عبدالقدوس دهقان تقدیم میکنم که خدا کنه که جور و صحت باشه نمد همکارا و رمضان مبارک تبریکی میتونم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم یک سوال داشتم که اینجا بعض نمیفهم که اینا از کجا فتوا دادن به یک تعداد خانم‌های عرب است برای خانم‌های افغان گفته که برای ما گفته شده که شما به تایم مکه معظمه میتونین که افطار کنین و برای در چه کشور هستین؟ ما در دنمارک هستیم صاحب. درست. و البته اینجا که به حساب ما شو داریم تقریبا از ساعت 10 بجه شب که آسمان تاریک میشه تا ساعت 3 بجه صبح که نماز صبح خوانده میشه بالکل شب است و مراکز اسلامی است تقسیم اوقات ها اینا را ترتیب کردن که ساعت 3 بجه نماز صبح تمام، یعنی به حساب نماز صبح شروع میشه و افطار ما می باشه ساعت 10 می باشه فعلا تا آخر رمضان 10 دقیقه میشه و آب عوام یعنی گرمی نیست، به حساب شدت گرمی نیست که از گرمی مثلا کس تشنه شوه یا بسیار زله بسازه شه دیگه. من نمیفهم که فتوا داده بودن امروز من خانم بر من تلفن کرد که امیر میتونی که از استاد پرسان کنی که من با تایم مکه معظمه افطار کنم. اگر با تایم شما با تایم مکه معظمه افطار کنن خب ساعت اوج 7 بجه افطار میشه، از ما می باشه 6 بجه که نماز عصر است که آفتاب بخید آسمان می باشه. درست.
ان شاء الله پاسخ دیگه دریافت سوال میکنید. سوال دیگه هم دارین؟ بله سوال دومی است که کسایی که روزه رمضانشون قضا شده باشه، سرشون دیگه رمضان آمده باشه، اینا چی کنن؟ کفاره بتن و او روزه خودم باید بگیرن یا چطور؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ و سوال سومی کسایی که روزه بگیرن و هیچ نماز نخوانند، در طول سال هم نخوانند، در خود رمضان هم نماز نخوانند، از یا روزهشون در چی حالت قرار می داشته باشه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ و سوال چهارمی کسایی که روزه میگیرن و حجاب اسلامی را مراعات نمیکنن مثلا و با نامحرم هم دست میتن و لباسشون هم مناسب نمی باشه، این روزه از آیا قبول است پیش خداوند یا نیست؟ اینم یارو میخواستم که استاد سوال بتن جواب بتن. یک جان تشکر از شما، زنده باشین ان شاء الله. سلامت باشین. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر بیننده گرامی. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. بفرمایید. الو. بفرمایید خواهر گرامی، صدای شما وصله و سوال شرعیتون لطفاً. از طریق گوشه تلفن صحبتتون ادامه بدین. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. زنی که جمعه عاملدار است روزه بگیره یا خیر؟ سوال دومی زنی که شوهردار است پیشین که شوهرش هم بستر شود جواز داره یا خیر؟ یعنی در روز در روز رمضان بدست پیشین شوهر یعنی هر دوتا روزه هستند، در روز رمضان زن و شوهر روزه باشند. در پیشین هم بسش. سوال دیگه هم دارین؟ نه بس اینم که سوال دارم میره از جواب شدید. تشکر از شما. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر از شما. سلامت باشید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشین. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. روزه و نماز شما همچنین قبول. سلامت باشید. تشکر از شما. سلام گرامی دارم خدمت عبدالله قدوس دهخان و بینندگان عزیز. خواستم بدونم آیا ما مثلا کشور ایران کردیم و تایمشون خیلی دیر اصلا میگن، آیا ما میتونیم 5 دقیقه زودتر افطار کنیم یا 10 دقیقه دیرتر یا خیر؟ یعنی در تهران هستین احتمالاً، درسته؟ نه اصفهان هستیم، ولی میخواستم بدونم که مثلا ما اینجا مثلا خیلی دیر اذان میگن. بله. یا آیا با این کشور مثلا با اذان همینجا افطار کنیم یا مثلا یه ذره با زودتر یا سوال واضحه، ان شاء الله پاسخ دریافت کنیم. سوال دیگه هم دارین؟ بله، من یه سوال درباره ماه رمضان نیست، ولی سوال دیگه داشتم. مشکل چیکار کنید؟ یه سوال دیگه داشتم درباره ماه مبارک رمضان نیست، یه سوال جزئی. اشکال نداره، بفرمایید. من یه پسر دارم به اسم قبلا هم سوال کردم از جناب آقای انصاری، گفتن مشکلی نیست، ولی بازم دلم چیز نبود. اسمش هست محمد الیس، به اسلام در قرآن اومده اسمش یسع. بخواستم بدونم این محمد بله یسع. خواستم محمد یسع بدونم مشکلی دارد یا نه؟ درست. انشالله بعد دوباره تماس میگیریم و انشالله که این فقط یه خواهش دیگه داشتم که برنامه‌تون وقتش اگه امکانش هست یه ذره بیشتر کنید. خیلی ممنون از لطفتون. تشکر از شما. خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله بفرمایید. من یک سوال داشتم که من یک جا هستم نگهبان دستگاه دوربین جلوی من است. هر وقت که نماز میخوانم چشمایم که هر کس رفت آمد میکند چشمایم در دوربین میفته. آیا این نماز من کدام مشکلی میاد یا خیر؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه قربان شما خدا. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنید. تشکر از شما. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. برادر عزیز، من سوالم درباره این بود که مثلا دو زن و شوهر یکی روزه داره یکی نداره، اینا رو پیش هم میخوابم. بعد از این که با هم خوابیدم
یک مثلا میلش میشه هم بسری کنه و این دو نفر چیزی میشه روزه اینا چجوری میشه؟ یعنی در روز رمضان منظورتونه؟ بله. انشاءالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر موفق باشید. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. سوالش کنید. بفرمایید سوال شرعیتون لطفاً. بله. صدای شما وصله و لطفاً سوال شرعیتون. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. من سوال دارم. بفرمایید سوالتون. سوال اینه که کسی مثلا خانواده ما که روزن نباشه مثلا نیت برش غذا درست کنه اشکال نداره یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ مثلا نه. تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم به شبکه جهانی بسیار. علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال داشتم از مولانا قدوس دهقان. بفرمایید سوالتون. سوال ما است ما داخل ایران کارگری منه یک 25-30 سوره بلد است میتونه نماز پیش نماز ما لامپرکر نماز تراویح بده دیگه کسی ما دور پیش نیه همه اهل تشیع و ما مثلا تسننه درست. دیگه سوال نداشت. تشکر از برنامه خوب شما. خدا حافظ. تشکر از شما. خدا نگهدار شما. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام. خوب هستین؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. من یه سوال داشتم از شما. بفرمایید سوالتون. بچه‌ها مریض است. احوال من این است که یکی از بچه‌ها مریض است. دکترش گفته که باید 3 وقت دوا بخوره، روزه نگیره. این چجوریه؟ روزه بگیره یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه ممنون. تشکر از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاه می‌بینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده از تماس تلفنی پرسیدن کسی که روزه ماه رمضان را خورده است و میخواهد که روزه بگیرد، نیت میکند و روزه میگیرد، آیا این روزه رمضان حساب میشود یا نه؟ در مورد کسی که یکی از روزه های ماه مبارک رمضان را روزه نگرفته اساساً یا روزه گرفته بوده و روزش را در وسط روز شکسته است، حکمش این است یک روز دیگر باید به جاش روزه بگیرد. یک روز دیگر بعد از ماه مبارک رمضان به نیت قضای رمضان، به نیت همان یک روزی که روزه نگرفته، به نیت همان یک روز دیگر به جاش روزه بگیرد. اما در ماه مبارک رمضان قضا آوردن روزهای گذشته ممکن نیست. یعنی در هر روز ماه مبارک رمضان شما فقط میتونید که یک نیتی رو داشته باشید که نیت مخصوص همان روز هست، یعنی برای مجالی برای نیت روزه قضایی در ماه مبارک رمضان نیست.
روزی رو که شما در ماه مبارک رمضان روزه بگیری، روزه خود همان روز شمرده می شود. برای روزه‌ای که قبلا نگرفتید یا یک از روزهایی که در ماه مبارک رمضان روزه رو شکستید، یک روز دیگر بعد از ماه مبارک رمضان باید روزه بگیرید به نیت قضا آوردن همان روزی که روزش را شکسته اید و این کفایت میکند برای شما. جزاکم الله خیر. بینندگی گفتن در دانمارک زندگی میکنن، گفتن که آیا باید به افق و زمان خود آن کشور که خیلی روزها طولانی است و شب کوتاه الان روزه بگیرن یا به زمان مکه و جای دیگر؟ اصل که در شریعت اسلامی هر مسلمانی در هر نقطه جهان مکلف به این هست که روزه خودش را با غروب و طلوع فجر در واقع تنظیم بکند. الله متعال می‌فرماید کلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. در شب شما اجازه دارید بخورید و بیاشامید تا زمانی که فجر بدمد، حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، تا اینکه تاریکی شب برود و روشنی روز یعنی دمیدن فجر فرا برسد. و بعد از آن که فجر دمید شما باید روزه باشید تا شب. ثم اتموا الصیام الی اللیل، تا شب باید روزه باشید. شب هم علامتش غروب آفتاب هست، به محض غروب آفتاب باید افطار بکنید، زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اذا ادبر الليل منها هنا و اقبل النهار، اذا ادبر النهار منها هنا و اقبل الليل منها هنا و قربت الشمس فقد افطر الصائم. وقتی که آفتاب غروب کرد وقت افطار صائم رسیده، یعنی وقتی هست که شما باید افطار بکنید. این حکم اصلی هست، تفاوت نمیکنه. در هر جای دنیا که شما باشید این معیار هست، یعنی با غروب آفتاب افطار بکنید و تا با طلوع فجر در واقع روزه رو شروع بکنید. از طلوع فجر شروع می شود تا غروب آفتاب. و در کشورهایی که شب و روز مشخصی رو دارند، ولو این که شب و روز کم و زیاد باشه، کمتر یا بیشتر باشه، این معیار نیست. معیار این است که شب و روزی وجود داره، ولو این که 5 ساعت باشه، کمتر یا بیشتر باشه، اما شبی وجود دارد، تمام روز رو باید روزه بگیرن. اما این که به افق یک کشور دیگر، به افق مکه یا جای دیگر روزه بگیرن، این از نظر شرعی جایز نیست. یعنی این افراد دارن عمدن دیده و دانسته روزه خودشان رو باطل میکنن. ایشون فرمودند که وقتی که در مکه غروب می شود در کشور و شهر اونها هنوز عصر هست و مردم تازه نماز عصر رو خوندن و این به معنی شکستن روزه هست و به هیچ عنوان جایز نیست و این یک فتوای کاملا نادرست و خلاف اصول شریعت هست. حتما باید با افق خود اون شهر در واقع و اون مکانی که شما هستید روزه بگیرید. با طلوع آفتاب، با طلوع فجر روزه رو آغاز بکنید و با غروب خورشید باید افطار بکنید و برای شما جایز نیست که با وقت مکه مکرمه روزه بگیرید یا روزه را افطار بکنید. و همچنین هست حکم نمازها و حکم نمازهایی هم که تعیین شده، نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا باید بر اساس افق خود اون منطقه خوانده بشود، نه بر اساس افق مکه مکرمه. جزاکم الله خیر. اگر کسی روزه قضایی داشته باشد و رمضان دیگری هم آمده است، الان باید چه کار کنه؟ آیا باید کفاره بدهد یا فقط قضا؟ در این زمینه فقط روزه کفایت می کند. یعنی یک روزی یا چند روزی رو که از رمضان گذشته خورده بوده اینو باید کفاره بدهد. گرچه انسان باید مبادرت بکند، یعنی همیشه سعی بکند که در اولین فرصت که برایش ممکن باشد روزه قضایی رو که از ماه رمضان برگردنش مونده این رو باید قضایی بیاورد. و اگر تأخیر شد یک ماهی 2 ماهی یا صبر کرد که در ماهایی باشه که در زمستان هست، باز هم هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. اگر بنابر عذری هم به تأخیر انداخت یا به خاطر بیماری یا به خاطر مسافرت یا حتی برای این که فرصت بهتری گیر بیاد برای در زمستان باشه، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. منتها باید تا جایی که ممکن است سعی بکند که قبل از رمضان دوم این روزهای قبلی رو افطار بکن، یعنی قضا بیاورد. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماد که گاهی وقتی روزهایی بر من میمان، من به خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیتونستم روزه بگیرم تا زمانی که ماه شعبان میرسید، یعنی قبل از رمضان. و در ماه شعبان هم رسول
الله صلی الله علیه و سلم معمولا اکثر روزها روزه بودند و حضرت عایشه هم در این روز روزهای قضایی رمضان گذشته را میگرفت. از این معلوم می شود که درست نیست که روزه را بعد، یعنی تا رمضان بعد به تأخیر میاندازیم به گونه‌ای که رمضان بعد بیاید و هنوز روزهای رمضان گذشته را قضا نیاوردند. اما اگر کسی این کار رو انجام نداد، روزه رو به تأخیر انداخت قضاش را تا اینکه رمضان بعدی اومد، بعد از رمضان دوم دوباره قضا بیاورد و کفاری هم لازم نیست. صرفا همین که به جای یک روز یا چند روزی که خورده بوده دوباره روزه بگیرد همین کفایت میکند. گرچه از برخی از فقها فتوا دادند که به جای هم روزه بگیرد و هم یک کفاری هم بدهد، یک مسکین غذا بدهد، اما این فتوای قوی نیست و دلیل مشخصی از قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارد و صرفا اجتهاد حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه است. جزاکم الله خیر. افرادی هستند که در ماه رمضان روزه میگیرند اما نماز نمیخوانند، چه در رمضان چه در غیر رمضان. ترک نماز در واقع مظنه کفر هست و بسیار از علما معتقد هستند بنابر روایاتی که در این زمینه وجود دارد ترک نماز کفر هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که تفاوت ما العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترک الصلاة فقد کفر. هر کسی که نماز را ترک بکند، یعنی نماز نخواند، این در واقع کافر هست. نخواندن نماز در حد کفر هست و نماز بسیار و به مراتب از روزه بالاتر هست، یعنی فرض بودن و وجوبش به مراتب از روزه بالاتر هست و انسان باید برای خواندن نماز اهمیت بیشتری قائل باشد تا به روزه. و به هر صورت اگر کسی روزه نماز نخواند، عرض کردم که برخی از علما معتقد هستند که چون این کسی کافر هست و کسی هم که کافر باشد دیگه نماز و بقیه عبادتهایش معتبر نیست و از اون پذیرفته نمی شود. اما رأی و نظر جمهور علما این است که با ترک نماز به خاطر سهلنگاری انسان کافر نمی شود مگر این که نماز را منکر بشود و در این صورت روزه اش قبول هست. روزه اش قبول هست، یک عبادتی هست که انجام میدهد و گناه ترک نماز یک گناه دیگری هست که باید از آن اجتناب بکنند. اما گناه ترک روزه، این ترک نماز از گناه ترک روزه به مراتب بیشتر هست، زیرا که اولین حکم الله متعال و اولین رکن در دین اسلام نماز هست و اولین حکمی که در روز قیامت در مورد حقوق الله هم سوال میشود در مورد نماز هست. انسان باید سعی بکند که هم نماز بخواند و هم روزه بگیرد تا اینکه هم نمازش درست باشد و هم روزه‌اش. جزاکم الله خیر. و افرادی هستن که روزه میگیرن خواهرانی که حجاب رعایت نمیکنن و با نامحرم دست میدن، آیا روزشان قبول نشد؟ اصل هدف و فلسفه روزه این است که انسان به تقوای الهی برسد، یعنی از الله متعال بترسد. تقوا این که یعنی ما مطیع دستورات الله متعال باشیم و از نواهی و از مواردی که الله متعال نهی کرده و به عنوان گناه محسوب میشوند از اونها پرهیز بکنیم. این اصل هدف روزه هست و این یک نوع تمرین و آزمایشی هست که ما بهتر بتوانیم که از بقیه گناهان اجتناب بکنیم. زمانی که یک مسلمان آب و غذایی را که برایش حلال هست، همسری را که برایش حلال هست، به خاطر الله متعال و دستور الله متعال اینها را ترک میکند، در طول روز بر خودش اینها را حرام میگرداند، اولاتر و بهتر هست چیزهایی را که در رمضان و غیر رمضان حرام هستند از اونها هم باید اجتناب بکنند. بی‌حجابی و بقیه گناهان هم در رمضان گناه هست و هم در ماه‌های دیگر، بس باید به صورت بهتر و به طریق اولا باید از آن اجتناب بکنیم. و در روایتی که در حدیث بخاری اومده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة ان یدع طعامه و شرابه. کسی که گفتار زشت را، دروغ را، بهتان را یا عمل گناه را، یا در برخی از روایات اومده والجهل که نادانی را، یعنی اعمالی را که نشانه نادانی هست، گناه هست، اگر اینها را ترک نکند نیازی نیست که به خاطر الله متعال خودش را گشنه بکند یا تشنه بکند. الله متعال نیازی به گرسنگی و تشنگی ما ندارد، بلکه هدف همان تقوا و پرهیزگاری هست و انسان باید سعی بکند که حداقل در هنگام روزه به حد بالاتر و به نحو احسن از گناهان پرهیز بکند. جزاکم الله خیر. زنی که حامله هست در ماه دوم آیا روزه بگیرد یا خیر؟
بستگی به وضعیت خود اون زن دارد. اگر در مرحله هست که به هیچ عنوان نمیتواند روزه بگیرد و یار شدید دارد، استفراغ دارد و حالت ضعف دست میدهد که نمیتواند که روزه بگیرد، از نظر شرعی جایز هست. اما معمولا اکثر زنها در بارداری در زمان 2 ماهگی این توانایی رو دارند، میتوانند روزه بگیرند. این بستگی به وضعیت خود شما دارد. اگر که میتوانید روزه بگیرید و ضعف نمی کنید و میتوانید ادامه بدهید، باید روزه بگیرید. اما اگر ویارتون بسیار شدید هست و نمیتوانید روزه بگیرید و حالت ضعف به شما دست میدهد، در این صورت حکمتون حکم مریض هست و بعد از رمضان به تعداد روزهایی که نتوانستید روزه بگیرید قضا بیاورید. اما باز هم عرض کردم که این بستگی به حالت خود فرد داره و معمولا زنها در 2 ماهگی میتوانند که روزه بگیرند. سپاسگزارم از شما. بیننده پرسیدن که زن و شوهر اگر در روز رمضان وقت ظهر با هم بستر شوند این کار چه حکمی دارد؟ و بیننده هم دیگر هم گفتن که اگر یکی از زن و شوهرها روزه‌دار باشد و دیگری نباشد و با هم بستر شوند، حکم روزشان چیه؟ همبستری در ماه مبارک رمضان در روزهایش حرام هست، در شب کاملا حلال هست، نه هیچ گونه کراهتی رو هم ندارد. بعضی تصور میکنند که همبستری در ماه مبارک رمضان هم در روز حرام هست و هم در شب حرام هست. نه، این گونه نیست. در شب مثل ماه‌های گذشته حلال هست و هیچ گونه کراهت و اشکال شرعی ندارد. اما در روز حرام هست در صورتی که زن و شوهر هر دوتا مقیم باشند و مسافر باشند، مقیم باشند و روزه باشند. اگر زن و شوهر مقیم هستند و هر دوتا روزه باشند، در این صورت همبستری حرام هست و نباید با هم دیگر همبستری بکنند. و همبستری یکی از بزرگترین شکننده های روزه هست، بزرگترین شکننده های روزه که علاوه بر قضا کفاره هم دارد. هم باید قضا بیاورند و گناهکار هم میشوند و باید کفاری رو هم ادا بکنند. یعنی اگر زن و شوهری در ماه مبارک رمضان هر دوتاشون روزه بودند یا هر کسی که روزه بوده، هر کسی که روزه هست، وقتی که چنین عملی رو انجام داد یا جماعی صورت گرفت، باید هم قضا بیاورند و هم کفاره بجا بیاورند. یعنی یک روز بجای این یک روز باید روزه بگیرند. اضافه از این که قضا آوردند، 60 روز دیگر باید کفاره بدهند. 60 روز دیگر باید به عنوان کفاره روزه بگیرند. حکم شرعیش این است که در مرحله اول باید غلامی را آزاد بکنند، بردی را آزاد بکنند که این وجود نداره. مرحله دومش این است که 2 ماه پی در پی کاملا روزه بگیرد. کسی که در ماه مبارک رمضان و در حالت روزه همبستری کرده، باید 2 ماه کامل، یعنی 60 روز را یا 2 ماه را، بستگی به خود ماه داره که 29 باشه یا 30 باشه، 2 ماه کامل پی در پی روزه بگیرد کاملا. یا این که اگر نتوانست، اول باید سعی بکند که 60 روز یا 2 ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر نتوانست 60 مسکین رو باید غذا بدهد. روایتی از در صحیح بخاری که یک فردی اومد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که یا رسول الله هلکت، من هلاک شدم، نابود و تباه شدم. گفتن چی شده؟ گفت که در ماه رمضان در حالت روزه همبستری کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا غلامی داری که آزاد بکنی؟ گفت نه. گفت که میتوانی 60 روز رو روزه بگیرید و 2 ماه رو پشت سر هم روزه بگیری؟ گفت نه. و در مرحله سوم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که میتوانی به 60 مسکین غذا بدهی. این حکمش به همین ترتیب است. اول باید برده رو آزاد بکنند، برده نداشت باید 2 ماه رو پشت سر هم روزه بگیرد و اگر نمیتواند، ضعیف بود، نمیتواند روزه بگیرد، با 60 مسکین رو باید غذا بدهد. به خاطر همین یک روز به اضافه یک روزی که حتما باید روزه بگیرد. الان در صورتی که یکی از این 2 نفر به اصطلاح روزه بوده، طرف دیگر روزه نبوده، اشکالی نداره. بر آن کسی که روزه نبوده کفاره لازم نیست. کفاره بر کسی هست که روزه بوده. به طور مثال مرد روزه بوده، زن روزه نبوده. در این صورت بر زن روزه کفاره لازم نیست و هیچ گناهی برای زن نداره، فقط بر مرد کفاره لازم هست. برعکسش رو تصور بکنیم که اگر مرد روزه نباشد و زن روزه باشد یا هر دو تا روزه باشند، منتها زن در واقع با اجبار این کار انجام بگیره، یعنی بدون رضایت زن این کار انجام بگیره. در صورتی که بدون رضایت زن باشد یا زن روزه نباشد، بر زن کفاره لازم نیست. اما اگر هر دوتا روزه باشند و هر دوتا با اختیار خودشون این عمل رو انجام داده باشند، هر دوتا باید هم قضا بیاورند و هم کفاره بدند. جزاکم الله خیر. بیننده از اصفهان گفتن که در این اهل سنت بودن، گفتن در این شهر اذان اهل سنت هم پخش نمیشه
آیا اینا میتونن که چند دقیقه زودتر از اذان شیعه افطار بکنن یا باید صبر بکنن با اذان شیعه؟ ایشون باید افق خود شهرشون رو، یعنی اصفهان رو باید پیدا بکنن که غروب آفتاب در اصفهان چه ساعتی هست و معمولا در تقویم‌های اوقات شرعی نوشته که غروب آفتاب، یعنی غروب آفتاب رو جداگانه نوشتن و اذان مغرب و عشا رو جداگانه نوشتن. شما باید بر اساس غروب آفتاب در شهر اصفهان افطار بکنید و منتظر اذان شیعه نمانید و اذان شیعه معمولا از ربع ساعت تا 20 دقیقه به تأخیر میافتد، یعنی بعد از غروب آفتاب صبر میکنند تا زمانی که هوا تاریک میشود بعداً اذان میگن. حداقل شما ربع ساعت قبل از اذان شیعه اگر افطار بکنید افطارتون درست هست و بعد از غروب آفتاب اتفاق افتاده. درست. جزاکم الله خیر. بنابراین بعدی گفتن آیا درست است اسم پسرم را محمد یسع بذارم؟ بله اشکال نداره، یسع به صورت تنهایی بگذارد یا مرکب باشه محمد یسع، این از نظر شرعی اشکال و ممانعتی نداره و جایز هست. درست. جزاکم الله خیر. بیانده دیگری گفتن که نگهبان هستن و دستگاه‌های دوربین جلوشون هست. وقتی که نمازم میخونن چشماشون به این دوربین ها میفته، آیا در نماز اشکال داره؟ اولاتر این است که کسی که نماز میخواند باید سعی بکند در جایی باشد که حواسش پرت نشود و حضور قلبش از بین نرود، یعنی در جلوی فرض کنیم که راهی که مردم رفت آمد میکنند یا در جلوی تلویزیون که جلوی رویش باشد نباید نماز بخوانه، به خاطر اینکه سبب میشود که خشوع و خضوع انسان از بین برود. اما اگر کسی نگهبان هست باید مراقب باشد و دوربین جلوی رویش هست و باید نگاه بکنه در مانیتور، این از نظر شرعی اشکال ندارد، نمازش صحیح هست و اشکال شرعی ندارد. درست. جزاکم الله خیر. آیا کسی که روزه دار هست میتوند برای کسی که روزه نیست غذا درست کنه؟ این در واقع یک نوع همکاری با معصیت هست. خوردن روزه از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست و اگر کسی بدون عذر روزه میخورد جایز نیست که کسی که روزه هست یا حتی روزه هم که نباشد برایش جایز نیست که برای چنین فردی در واقع غذا درست بکنه، زیرا که خوردن روزه معصیت است. اما اگر کسی در خانه بیماری رو دارد یا مسافری از راهی رسیده و روزه نبوده یا مشکل دیگری دارد، در این صورت پختن غذا برای چنین فردی از نظر شرعی اشکال ندارد. اما اگر روزه نیست و هیچ گونه عذری رو نداره نباید همکاری بکنند برای روزه، بلکه باید سعی بکنند که تا جایی که میتوانند چنین فردی رو مجبور بکنند که روزه بگیرد. جزاکم الله خیر. یعنی برای گفتن که 23 تا سوره بلد هستن میتونن امامت بکنن برای تراویح؟ بله اشکال نداره، کسی که چند سوره از قرآن بلد هست ولو اینکه یک سوره هم که بلد باشی و جایی نباشه برای نماز جماعت، شما میتوانید تنهایی نماز جماعت بخونید و همان تعداد سوره هایی رو که بلد هستی در نماز بخونند. به طور مثال به قول ایشون الم تر کیف 10 سوره آخر قرآن را بخونند هیچ گونه اشکال نداره، ولو اینکه 2 سوره هم بلد باشن میتونند که در تمام رکعات تکرار بکنن، نماز جماعتشون درست هست. جزاکم الله خیر. بیننده برای گفتن مریضی دارن و دکتر گفته است که باید سر وقت هر 3 نوبت دوا بخورن، آیا روزه بگیرن یا کسی که بیمار هست و اگر داروی استفاده نکند بیماریش بیشتر می شود یا اینکه طولانی تر می شود و شفا حاصل نمی کند، از نظر شرعی معذور هست، می تواند که روزه نگیرد و داروهاش رو سر وقت بخورد. در صورتی که تاثیر داشته باشه، بیماری مضاعف بشه یا طولانی تر باشد یا شفا به تأخیر بیفتد. اما در صورتی که تأثیری ندارد می تواند که داروها رو تنظیم بکند در شب بخورد، بهتر این است که در شب بخورد و روزش را روزه بگیرد. اما اگر امکان نداشت جز حکم مریض هست و از نظر شرعی روزه بر اون فرض نیست. خسته نباشین، وقت برنامه تمام شد و وقت اذان به افق تهران نزدیک شدیم. در اینجا پایین برنامه رسیدیم و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا